کاملا گم کرده بودم. یوسف میخواست از ما جدا شود. ما کسی نیستم که بتونم اسلحه را در دستم بگیرم. نمیخواستم شلیک کنم. هیچ نفهمیدم که چطور شلیک شد. بعدن چی شد؟ بسیار ترسیده بودم. با پدرم زنگ زدم. گفت خانه ما برو، منتظر ما باش. مام اونجا رفتم. بعدشم خوابیدم. بسیار استراحت کردم. وقت بیدار شدم باز اینجا آمدم و منتظر شدم تا یوسف بیاید. چرا میخواستین بمرین؟ یعنی کدام موضوع شما را وادار میکرد؟ باید دارین خانم؟ حال کلی چیز خلاص شد. وقتی که دوباره صحتیاب شدین باز میتونین دوباره حمل بگیرین. هوا اسما به خاطر کارم شکایت نکرد. کاری که در حق او کرد و بی‌جزا باقی ماند. اما من بزرگترین جزا رو متحمل شده. بزرگترین نشانه. مثلا چی جزا؟ شما را کی مجازات میکنه؟ چی شده؟ نه، چیزی گفتن نمیتونم. هیچ کس نباید ای باره بفهمه. اگر یوسف از دست میتونم. گفتن نمیتونم. چی را؟ چیزی را که نمیگین و پنهان میکنین او چی است؟ گفتن نمیتونم. نه نمیتونم بگویم. نمیتونم. دیشب امرای طفلتم گپ میزدین. با او رازای خدا گفتین خانم؟ یا که ای راز در اصل مربوط طفل میشه؟ میتونین به ما بگوین؟ نمیخوای گپ بزنی منور؟ وقتی گفتی عاجل است بسیار به تشویش شدم تا اینجا خود رساندم. در اصل یعنی با گفتن این موضوع خانواده خودم در خطر مندازم. اما بسیار فکر کردم.
راستش اوقدر فکر نکردم، اما لحظه که شنیدم خواستم که با توی گپا بگویم، به خاطر که همین حقیقت است. اما نمیفهم که چه قسم بگویم. تو حق داری که را بفهمی. او نامزاده قبلی برادرم که بود نی؟ هوا هنوز زنده است. چی شد دکتر صاحب؟ بفرمایید. باید کم او را تنها بانین. درست است تنها باشه. وضعیتش خوب است. او قدرم نی. درست است، من همه چیز میخوایم بفهمم. شما درست فکر میکردین. او از شما چیزی را پنهان میکنه. قسم میخورم هم دیشب خبر شدم. ایت نمیفهمیدم که چی کنم. اما فکر کنم خدا باده از این گپ خبر داشته. یادت از برام میگفتی که کدام چیزی را ازت پنهان میکنه؟ فکر کنم همین موضوع بود. خب تو از کجا خبر شدی؟ راستش دیشب او از باده او قدر خوب نبود. گریه میکرد. باز به خاطر که هوای تازه بگیره اما ممرویش بیرون برامده بودم. دفعتا صدای هوا را شنید. دولی او را دید. کمرای بیادرم گپ میزد. میفهمین گپ جالب چی است؟ که تنها بودنی پدرم مادرم کلشان از گپ خبر بودن. ای چطور امکان داره ها؟ مادرم گفت به هیچ کس نگو. اما وقت با تدهی وضعیت قرار داره باز تو پدر او هستی. نمیتونستی میگه پس تو پنهان کنم. اما از دست ما چیز ساخته نیست. تو از این موضوع خبر داشتی؟ ما فکر میکردم که تو خبر نداری. من میخواستم همه چیز برات بگویم، اما وقتی گفتم که خبر شوی باز جگر خون میشی. اینا را خودشان برنامه ریزی کردن نی؟ هوا را مرده ثابت کردن اما تو نیست. برادر ما و همگی ما را فریب دادن. در اصل تمامش کار یک شخص است منور. کی؟ مادرت. چطور یعنی؟ من خود چیز را نفهمیدم. امکان نداره دکتر صاحب. حتما شما غلط فهمیدین. یعنی ما چطور میتونیم از تو یک گپ بیخبر باشیم؟ تمام علائم میره نشان میده. او از که شما را از دست نتای راز داره. باده یعنی به خاطر امی راز خواسته که خود از بین ببره دکتر صاحب. در مورد طفلش فکر میکنه. با اتکا با او زندگی میکنه. از همین خاطر همراه طفلش صحبت میکنه.
چطور یعنی؟ من خود چیزی را نفهمیدم. تنها امید او شما هستین. باید در کنارش باشین. چون بزرگترین ترسش از دست دادن شماست. بله، من خو از اول گفته بودم که هم دردش و هم درمانش تو هستی. من میفهم شما تصمیم دارین از خانواده جدا شوین، اما فعلا وقت مناسب به خاطر این کار نیست. زمانی که خانواده صحتیاب شد باز بهتر است. او وقت این باره تصمیم بگیرین. نه خیر مادرم این کارو چطور کده میتونه؟ تو از کجا خبر شدی؟ میفهم باور کردنه اینا اقدر آسان نیست منور. تو چطور از این گپا خبر شدی؟ اینا را مادرم برات گفت؟ مادرت وقتی از خانه هوا بیرون میشد دیدم. در حقیقت پدرت گپم از شنید، اما حرکات مادرت بسیار تعجب آور بود. حالتش قسم بود که معلوم شد چیزی را از ما پنهان میکنه. مام دیمیر موظف ساختم. شفاخانه که گزارش مرگش داده بودن و دکترایی که دو گزارش امضا کرده بودن، نتیجه تمامشان آشنایی با مادرت بوده. دمیر تمام گزارش ها را بررسی کرد. دمیر سرطبیب پیدا کرد. کم بالاش فشار آورد و او را ترساند. بازو هم همه چیز را براش گفت. او خدای من، فقط به خاطر که او را نمیخواست. ببین که ما را به چی حالت رسانده. نه خیر، نه خیر، نه خیر. بیادرم هیچ وقت مادر ما نمیبخشه. هیچ وقت نه. جزای تمام این کارایش با مادرم خود داد. بعد از این مادرم امرو خودت از زندان سپری خود کرد. دایم اورت فکر کرده خود جگر خون نساز. چطور جگر خون نشم؟ چطور جگر خون نشم؟ قلبم پاره شده. پدر میاماره چطور تحمل کنه؟ طاقت کنه نمیتونه، تازه عملیات شده. بخیز که کم قدم بزنیم جانم. بخیز که راحت شوی. منور دختر گوش کو چی میگم؟ همین که جونت رفت برام خبر میدی، درست؟ درست است خاله، زودتر بیایه و بره. به خدا بسیار خسته هستم. ها چشمایت روشن. اوه آقا جونت در زمستانم گلای تازه پیدا کرده تانستی. متوجه باش که از پیشت یخ نزنش. خاله جونت اینجا استاد نشو، داخل بیا. آی خدایا، تمامی مشکلات چی وقت خلاص خواهد شد؟ ناخو نگفتن که دنیا به خاطر امتحان است. کاری که زودتر از اینجا بره. درست است خاله جان. با من خبر بدی، درست است؟ درست است خاله. من دیگه میرم.
بسیار پولیدم تا اینا را پیدا کردم. زحمت کشیدی. چطور هستی؟ خوب هستم. مرا ببخش هوا. شاید بگویی که تو را ناراحت می سازم، اما چی کنم بدون تو ادامه داده نمیتونم. بعد از او موضوع روزنامه همیشه فکرم طرف تو بوده هوا. اظهاراتتان باید همه قسم بدی. میگی جنید عاشق ما بود. برش گفتم که نمیخوایمت، اما بازم پشت مرا ها نکرد. به خاطر که یوسف نفهم مرا مرده ثابت ساختن و بنهان کردن. اگه قسم بگویی همه باور میکنم. من فقط خود تسلی. تو را چی شده هوا؟ خوب هستی؟ خوب هستم. حالا برات قهوه آماده میکنم. خب دکتر چی گفت؟ گفت که بسیار تشویش میکنی. بسیار پریشان هستی، باید خوب استراحت کنی. نگفت که چی قسم تشویش؟ نمیفهم. گفت تشویش از دست دادن چیزه. فکر کنم در مورد طفل است. یوسف، من بسیار معذرت میخوایم. میخواستم برات بگویم اما گفتم نتونستم. درست است بادا. درست است، همه چیز خلاص شد. آرام باش. چطور میتونستم بگویم؟ چطور میتونستم یوسف؟ خودمون باور کردن نتونستم. بی تمام اینا مگذرن. تو هیچ تشویش نکن. در مورد طفل ما که در بطنت است فکر کن بادا. گفتی طفل ما؟ خاله جان، خانه میری؟ خداوند ازت راضی باشه بچه. هوا بسیار سرد است. کم است که مریض شوم. حال گرم میشی خاله جان. راستی تمام چیز خریداری کردی؟ همه چیز آماده است یا نه؟ بله آماده است. یعنی بعضیشان خراب شده بود اما هیچ چیز باقی نمانده که نخریده باشم. زنده باشی بچه. بسیار سرد است. خب بسیار وقت میشه که با هم گپ نزده بودیم. البته کل چیز پشت پشت واقع شد. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم. خدا را شکر خوب هستم. کدام مشکلی ندارم. زندگی است مگذره. اما صدای در قسم دیگه معلوم میشه. نه خیر خاله، فقط همه تو. با کاکا الماس و یوسف خان دلم میسوزه. جانب کل ما جیگرخون هستیم. اما فکر کنم تو کدام مشکل دیگه داری. راستش خاله، یک مشکل دارم اما نمیفهمم که چه قسم براتان بگویم. بر ما بگو یلماس بچیم. ما تو رو در کار استخدام کردیم. هر مشکلی که داشته باشی بر ما بگو تا با هم حلش کنیم بچیم. خاله جان، کاکا یلماس به ما یک وظیفه داده. چه قسم وظیفه؟ گفت اگر درباره یوسف کدام چیزی را فهمیدم، یعنی کدام موضوعی را که پود کرده باشن، گفت بیا و برام خبر بده. خب راستش ما یک چیزی را دیدم اما نمیفهمم که ای گپا با کاکا یلماس چه قسم بگویم. تو کی را دیدی بچه؟
یوسف بیادر همراه کسی دیگر رابطه داره خاله. فکر میکنم کمی جگرخون سی فکر در جایش نیست هوا. جنید تمام کارهایی که ما کردیم تو منم میبخشی؟ یعنی یه قدر دوستم داری؟ چرا این گپا رو میزنی زندگیم؟ تو اگه بگی بمر میمرم. اوه خدایا این روزه بیبی. اوف. حال صحتش چطور است بچیم؟ استراحت کرد. شما از پیشش دور نرین مادر. ما بیرون میرم که هوای تازه بگیرم. درست است بچیم. برو. ما تو چه قسم موافقه کرده بودیم حمیده؟ ما تو را خوب درک میکنم یلماس خان. تا هوا پیشنهاد ما را قبول نکرده در کارش مداخله نمیکنی برات گفته باشم. اما میترسم که هوا پیش یوسف دهن خود باز نکنه. در ضمن باز خود دیدی بیبی همینجا جای نشانی باشه. این دختر حتما پیشنهاد ما را قبول میکنه. بلیاز خدا وقتی که آمد یگان چیز برش بگو که کارش خلاص شوه یلماس خان. چیزی نگفتی خاله؟ راستش متعجب شدم. اگر راست بگویم ما متعجب شدم یعنی جگرخون شدم اما نه همراه یلماس کاکا گپ زده تانستم و نه یوسف خانه چیزی گفته تانستم خاله جان. گوش کو چی میگم بچه؟ از امیاله شطور دیدی ندیدی تمامش فراموش کو. به هیچ کسی چیزی نمیگی. اگه هر وقتی موضوع افشا شوه باز وقت تو مقصر خواهد شدی بچه. خب او دختر کی است؟ چه قسم است؟ از کجا او را میشناسی؟ ها بله یعنی نه خیر خاله. اگر راست بگویم درست ندیدمش. یعنی چی که درست ندیدیش بچه؟ راستش خاله ما یوسف خانه به یک خانه می بردم. مخفیانه با هم ملاقات میکردم. همونجا از پشت پرده دیدمش. شاید خیالاتی شده باشم خاله. پس حتما کدام دختر مقبول است. نه خیر خاله چی میگن؟ ما چی بفهمم امکان داره خواب دیده باشم. خدا من تو را آرام داشته باشه یلماس بچه. آمین خاله جان. بله. روز بخیر. شما رمزی کاراگول هستین؟ ما وکیل سویم گرچک هستم. به صفت وکیل همسر شما خانم شریفه شما را به زحمت ساختیم. شریفه خانم میخواد که از شما طلاق بگیره. در رابطه با این موضوع به خاطر ارسال کردن وضع اوراق به نشانی شما ضرورت داریم. حالا بهتر شدی؟ اگه میخوای پیش دکتر بریم. فهمیدن ایگه پا کمی برای مشکل تمام شد. اگه بشینیم خوب میشم. درست است. وقت وضعیتت خراب شد بسیار ترسیدم. به خدا راست میگم اینجا به خاطر آرام بودن
یک جای بسیار خوب و راحت است جانم. بسیار معذرت میخوایم. به خاطر چی؟ بیازو شما جگر خون بودین، باز دفعتاً صحت ما هم خراب شد. نباید شما را جگر خون میساختم. من از این وضعیتم راضی هستم. بسیار زیاد تشکر. هنوزم باورم نمیشه. وقت فکر میکنم حالا ما بعد از قگپا چه قسم طرف مادرم سیل کنم؟ من با این کارت بسیار متعجب شدم منور. حتی در مورد مادرت و خانوادت هم هیچ فکر نکنی. فقط تمام گپا را آمدی و به من گفتی، سرم باور کردی. من به این جرأت تو بسیار متعجب شدم. به خاطر که تو را دوست دارم. ببخشید جانت، من هم میخواستم این قسم شوه، اما باور کن هیچ کاری از دستم نمیایه. بسی که اینجا آمدم هیچ فایده ای نکردم. بچه آرزوها آمده بودم. چی بفهمم؟ فکر میکردم شاید وقت روزنامه را بخونی نظرت تغییر کنه و در مورد اردوی ما فکر کنی. اما تو تصمیم خود گرفتی که مرا از بین ببری. من یوسف بسیار دوست دارم. در این دنیا از همه چیز بیشتر دوستش دارم. پس لطفاً تو هم مرا درک کنید. به هر صورت حالا که تو تصمیم گرفتی جانم، از این بیشتر مزاحمت نمیشم. یوسف تو اینجا چی میکنی احمق؟ یوسف من برات توضیح میتم. تو اینجا چی میکنی به شرف؟ یوسف لطفاً آرام باش. این بغیرت اینجا چی میکنه؟ ما یک نشانی چیز ندارم، یعنی نمیگم، فهمیدی؟ با این کارتان فقط به خودتان ضرر رسانده میتونین آقا رمزی. به خاطر که خانم شریفه تصمیم خود برای من گفته، اونا در تصمیمشون جدی هستن. خب چرا میخوای طلاق بگیره؟ در این مورد چیزی براتون گفته؟ شما نشانی خود برای ما بگوین آقا. بیاز اوراق طلاق برتان روان میکنیم، وقت خواندین باز دلیلش میفهمین. خدا میفهمه که چی گپای ناق ناق براتون گفته. ای که پیش شما آمده او عقل خود کاملا از دست داده. اگر چرا از شوهر 40 ساله خود جدا شوه همون تو نیست. گوش کنین چی میگم. او اگر هر چی میگه بگوی هیچ دقیقش نیستم. آقا رمزی حالا وقت گپ زدن بالای این موضوعات نیست. فعلا ما نشانیتان کار داریم، فقط همه قدر. گوش کنین، اگر پیشتان هست برش بگوین که من از گپای ناقش خسته شدم و دیو نشده. مرام حتما دیو نمیسازه. آقا رمزی اگر نشانی خدا نمیگین مجبور هستیم از یک راه دیگه استفاده کنیم. استفاده کنین از هر راهی که میخواین استفاده کنین، اما دیگه با من مزاحمت نکنین. خدا میفهمه که گوش او را چی بر کرده. برو گم شو احمق. به خاطر گپ زدن آمده بود یوسف. کدام نیت بد نداشت. او به شرف برای تو چی میگفت؟ ها؟ تو به خاطر کدام موضوع میخوای همراش گپ بزنی؟ عصبانی نباش. گفتم که کدام نیت بد نداشت. با تشویشم بود. به او خاطر آمده بود. با خاطر تو چرا با تشویش شده؟ یوسف بس است.
بلیاز خدا بس کو. بیا که داخل بریم گپ بزنیم. داخل بریم؟ اعصاب ما کاملا خراب کردی، دیگه نمیخوایم چیزی بشنوم. برام جواب بده. تو چطور موندی او داخل خانه بیایه؟ ها؟ تمام گپا را فراموش کردی؟ چطور اجازه دادی داخل بیایه؟ خودش داخل خانه آمد. میخواستی که دروازه رو برش باز نکنم؟ تو برش اجازه ندادی؟ پس اینا چی هست؟ این قواوی دست گل چی هست؟ اینا چی هستن؟ با خاطر او به شرف و ما دروغ میگی؟ ما به خاطر او برای دروغ نمیگم. هرچی که میبینی همون قسم است. آدم واری آمده بود امروز گپ بزنه. ما براش جواب رد دادم. فهمیدی؟ نمیفهمی رزیل چی قسم آزاد شده؟ آزاد شده دیگه. این دیگه مربوط ما نمیشه. اینجا به خاطر آمده بود که برام بگوی هنوزم دوستم داره. به خاطر آمده بود که بگوی دوستت دارم؟ ها؟ و تو هم گپایش خوب گوش کردی؟ به نظرت خودت کار خوبی میکنی یوسف؟ ها؟ به خاطری که بادت تو را دوست داره تو هنوزم در کنارش هستی. زیر سقف یک خانه هنوزم همراه زندگی میکنی. همیشه مرا اینجا تنها مانده میری. تو از او جدا شده نمیتونی. والیام در مقابل مستاد شده سر ما گپ میزنی؟ حال حساب اردوی ما برابر شد نه؟ بس لازم نیست برات توضیح بدم. راست میگی. وقتی تو هر چیزه انجام بدی فرق نمیکنه. اما وقتی من یک کار کنم با سرم عصبانی میشی. گناه من هست. تو کجا میری؟ لطفاً اجازه بده برم آقا جلال. بسیار زیاد معذرت میخوایم. اجازه میتین خانم؟ بفرمایید. نمیفهمی این کار به خاطر چی میکنم؟ چیزی به فهمیدن نیست. تمام چیز واضح است یوسف. تمام گپا را میفهمی؟ ها؟ بازم در مورد باده گپ میزنی؟ فقط که نمیفهمی به خاطر چی همراهش هستم. دلیلش چی است و چی نیست به من فرق نمیکنه. این گپ قدرام ساده نیست که تو فکر میکنی. وقتی پیش او میری میفهمی به من چقدر مشکل تمام میشه. میفهمی سر من چی تیر میشه. صحت او خراب شده میره. او با ما ضرورت داره. با باده دکتر روانی گرفتیم. حالا فهمیدی؟ تا بتانیم از تمامی مشکلات نجات پیدا کنیم. گپ ما فهمیدی؟ دکتر چی گفت؟ کمی بیشتر در کنارش باش. بیشتر برش علاقه نشان بده. امی قسم گپا را گفت نه؟ تو میخوای چی بگویی؟ تو بدون مکالگی را درک کده میتونی، اما من را درک کده نمیتونی یوسف. حالت روانی باده، نازایی باده، مریضی باده و غیره. همیشه باده میگی. علاقه نشان دادن به غیر از من به یک خانم دیگر تحمل کردن نمیتونم. چرا نمیفهمی؟ ایره قلبم قبول نمیکنه. تحمل کردن نمیتونم. ایره درک کن لطفاً. به خاطری که تو برام وعده داده بودی. من اینجا منتظر تو هستم. من اینجا مثل یک بود منتظرت هستم. برخلاف همگی استاد هستم. خاموش میباشم، بیرون نمیبرایم. فقط به خاطر تو منتظری هستم که یک روز آمده من از اینجا میبری. اما تو هر دفعه در مورد باده گپ میزنی، قسمی میکنی. ما این کارا را به خاطر خود میکنم. ها؟ اینا را به خاطر خود میکنم. ایرا خوب میفهمی که چرا همراهش هستم. اما تو نیست؟ از تمام گپا از مکده بیشتر خبر داری.
او کاملا بیگناه است. بادام به اندازه جنید گناهکار است یوسف. تو هم کوشش کن که ایره بفهمی. تو عقلت از دست دادی، دیوانه شدی. بله. کجاستی یوسف؟ استراحت بودی، به خدم زدن بیرون برآمدم. فهمیدم. خب چی وقت خانه پس میایی؟ چرا صحتت خوب نیست؟ خیرت باشه. نه چیزی نشده. به تشویشت شدم. درست است، به هر صورت وقت آمدی باز گپ میزنیم. درست است، وقت آمدم گپ میزنیم. طرف شهر برو، به قصر خانجی اغلاها. چایتان آورده دارین برتان پخته کردیم. زنده باشی. دستایت برکت، اما هیچ چیزی دلم نمیشه که بخورم. شما تشویش نکنین خانم باده. فکر هوش یوسف خان طرف شماست. همیشه ما را میفهماند تا به خاطر راحتی و خوشی شما کوشش کنیم. ما متوجهتان باشیم. به خاطر میگه که شما ناراحت نشین. کاش که هوای احمق پیدا نمیشد، باز وقت شما خوش میبودین. تو بورتی دی؟ از کلایی که ما اول دیدمش. راستش در قریه دیدمش. بعد از او پشت یوسف خانه گرفت خانم باده. میفهمین که یوسف خان یک انسان با وجدان است. وقتی خدا دروغ گفت باز نتانه صدا نجات بده. جنگ دیروز هم از خاطر بود. یوسف کده نمیتونه، به خاطر که اونا شما را بسیار دوست داره. ایگه پارا صادقانه برتان میگم خانم باده. شما بسیار یک خانم خوب هستین، مهربان هستین. کارهای خداوند غیر از خودش کس دیگه نمیفهمه. کی میفهمه؟ حتما ده کار خیرتان است. بزرگا گفتن طفل به خانه خوشبختی میاره. یوسف خانم قدر خانه و خانواده خودم میفهمه خانم باده. باز میبینین هوام درای خود میره. کافیست که شما طفل خدا به سلامتی به دنیا بیارین. من اینا رو در همینجا میمانم. شاید پسند دلتان شود. نوش جان کنین. یک آب میوه مخلوط. بیا که بریم.
هیچ نمیفهم چه قسم مانی خود شوم، اما از همیال پشت دق شدیم. قبول میکنم که اشتباه از ما بود، اما بازم میخوایم پیشت باشم. خدایا این امتحان چی وقت خلاص خواهد شد؟ خدایا خدا لعنتت کنه. اوف. چی گپ است هوا؟ چی گپ است؟ هر چیز باید طبق خواست تو شود. چطور؟ هر وقت که دلت خواست میایی و سرم گپ میزنی و هر وقتم که دلت خواست از اینجا میری. اما تو رس چی میخوایی هوا؟ بگو. چی میخوایی؟ چی منو؟ هنوز کل گپای من خلاص نشده. دوباره بیا که با هم گپ بزنیم. اول تو کمی آرام شو، باز هم رایت گپ میزنم. این چی روز است؟ بس است رمزی، بس است. تو کی میتونی از پشتم بیایی؟ در قصد نیستم. صبر کن خانم، ای کار دیگه چی منامته؟ باید تمام گپاره برام بگویی. او خانم چرا به من زنگ زده بود؟ زیاد چه بگو. چیزی به گفتن نمانده که بگویم. من دیگه تو رو نمیخوایم. از من دور شو، با جهنم برو. آیسته چرا این کارا را میکنی شریفه جان؟ بیبی رو گفتن خو خلاص نمیشه. روزای خوش فقط تو سپری کردی. با من همیشه رنج و غمش رسید. حال دیگه مرا راحت بان. خب درست است. پس این خب بگو که با وکیل چی گفتی؟ طرف مسایی کزن موضوع هوا را خب برش نگفتی؟ بیبی اگه این کار کرده باشی جدا شدن خب کنار بان مرا سالها زندانی خواد ساختن. توف! بازم در مورد خود فکر میکنی آدم احمق. نیت تو را خوب بفهمم. وقتی دیدی که پول دار هستم واضی ازم خواسته نمیتونی این کارا را میکنی تا نصف پول بر تو بدم. خاک دست سرت شو همراه پولت. از خداوند میخوایم که او قدر سالایی را که برات خدمت کردم برات زهر و حرام شوه. اما گناه خودم است. من قبلا باید از تو جدا میشدم. از پیشم خدا گم که برو. انشالله خدا جزای تا بده. کسی که من نخواهیم من هرگز نمیخوایمش. با گذشت زمان خواهد فهمیدی شریفه خانم. خانم امیده دگم چای می نوشین؟ نه زنده باشی دخترم ببر. طرف ما بیبی تا حال پیش باده رفتی؟ امی چند دقیقه پیش بر چای بردم خانم. دیدم که بیچاره دراز کشیده استراحت بود. فکر میکنم منتظر یوسف خان بود. گپ من گوش کو بلیاز خدا. حالا دیگه زبان تو هم دراز شده ها؟ برو به کارت برس. حالا توبه خدایا توبه. حالا دیگه ارشخند خدمتکارام شدیم.
ایره بیبی. فقط که خدمتکار نی بلکه خانم خانه باشه. هر وقت که دلش شود داخل و بیرون میره. چای تیار است. دخترها حتما همراه چای چیزی آماده کردن اشتیاق داری بچه؟ راستش خاله بویش بسیار خوبیش است. خدا را شکر که بالاخره آمدین. داخل بیا، میخوایم امرایت گپ بزنم سلطانه. بچم به زحمت هم میشی همینا رو داخل ببر و با دخترها بگو که جای بجایشان کنن. درست است خاله جان. چی گپ است؟ بی صبرانه منتظر ما بودی؟ بالاخره آمدین ها؟ خوب است. بگو چی گفت؟ کی؟ آی سلطانه لطفاً دیگه آزارم ندی ها؟ بازی های خدا کنار باندگه بیبی همه چیز افشا شد. همه گی از این موضوع خبر شدن ها؟ خودت در کوچه اصلا چپ نزن مثل که از هیچ چیزی خبر نباشی سلطانه جانم. در این روزا بسیار بلند پروازی میکنی. بیبی چقدر خوب شد. بالاخره به خواهرزاده دوست داشتنی تم رسیدی. بله خدا را شکر. خدا که نخواهی کسی دیگه از بین برده نمیتونش. گپ دراز نکو سلطانه. پیشنهاد را که همه برش داده بودم برات چیز گفت یا نی؟ برو خودت ازش بپرس که پیشنهادت قبول کرده یا نه. چرا از ما کمک میخوای؟ هرچی کش کنی همورا در رو میکنی خانم حمیده. حتما باز کدام نقشه داری. اگه فایده خودت نمی بود حال به خاطر هوا از جایتم شور نمی خوردی. چی گپ است؟ دست پایت به لرزیدن شروع کرد. همی که هوا بله بگویه جلو زندانی شدن تا هیچ کسی گرفته نمیتونه. سلطانه ای که خاموش هستی من بسیار خوش هستم. به فایده تام است. اما بس است دیگه. زیاد شد دیگه. بیبی صبر مام از خود حد و اندازه‌ای داره. ایره بگو که هوا چی تصمیم گرفته؟ اگه زیاد به تشویش هستی زنگ زده بپرس. زنگ خو میزدی اما باز فکر کردی که کار به حمیده خانجی اغلو نمیزیبه. او دختر خودش عقل داره سلطانه. بچه ما بسیار دوست داره. حتما میخواه که آینده خدا بسازه. اما قسم میگفت نی؟ پس حتما پیشنهاد ما قبول میکنه. دیگه کدام چاری نداره. شما میفهمین که هوای یوسف از جان خودم بیشتر دوست داره. شما از میگه استفاده میکنین. خدا را شکر که دخترم وجدان داره. از می خاطر سرجونت حق و نقط تهمت نمیکنه خانم حمیده. بیبی ای گپه به تو میگم. وقتی که وجدان تقسیم میشد متاسفانه تو حقیقت گرفته نتونستی خانم حمیده. بسیار میبخشی. بله خاله کجاستین؟ همیال به قصر آمدم. خیرت باشه. جونت رفت؟ هیچ چیز نپرسین. کنه چیز به هم خورد. میشه پیشم بین تا چند دقیقه با هم گپ بزنیم خاله؟ درسته تو تشویش نکن. من چند دقیقه بعد اونجا میرسم. درست است. من فعلا در خانه نیستم. بیرون برآمدیم. در پارک هستم. اینجا بین. در پارک هستی؟ تو در اونجا چی میکنی دختر؟ میرفتی در بیربار شهر خدا به کلگی نشان میدادی. اوف خاله زیاد سرم گپ نزنین. اگه آمدنی هستین بیاین دیگه اصاب من خراب نکنین. اوف. توبه
آقا اینگین میخوایم همراهتون خصوصی گپ بزنم. فردا وقت دارین؟ بله فردا. درست است. پس فردا صبح در قصر منتظرت هستم. خداحافظ. یلماس خان تو اینجا بودی؟ من هیچ خبر نداشتم. ازت یک سوال داشتم. یوسف دیدی یا نه؟ پدر همیال میپرسیدم که یوسف کجاست. کجا رفته بودی؟ جنید آزاد شده. نه که شما خبر داشتین. اینگین گفت، یعنی وکیل اینگین. وقت شما خبر داشتین با ما چرا نگفتین؟ بچیم دی روزا که به ما فکر مانده. نمیبینی که چی بلاهای سرم آمده؟ نمیفهم کی او را آزاد ساخته. بگوین کی کار کرده. بچیم قضیه جریان داره، اما به خاطر نبودن ثبوت به ضمانت آزاد شده. وکیل همه قسم گفت. ما دیگه چی کردن میتونیم؟ ثبوت چی؟ او آدم پیش 30 نفر سرما شلیک نکرد. زمینای ما را زهری نساخت. تصاویرش نبردیم. دیگه چی میخواین؟ حالی موضوع جنید دیگه از کجا پیدا شد بچیم؟ او به شرف در هر جای همراهیم چشم به چشم میشه. بالاخره او از دستم کشته خود شد. خدا نکنه گوشای شیطان کرد. این چه قسم گپ است که میزنی؟ اولی را بگو که جنید در کجا دیدی؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ در خانه هوایشان. وادا تو چرا با من دروغ میگی یوسف؟ چرا همیشه مثل اطفال مرا فریب میدی؟ ببین بازم امروز پیش هوا رفته بودی. وادا من نمیخوایم تو را فریب بدم. چرا نمیفهمی؟ نمیخواستم ناراحت شوی. نمیخوایم همیشه این حقیقت برات بگویم. چرا نمیفهمی وادا؟ کدام حقیقته؟ کدام حقیقته؟ حقیقت دوست داشتن اوره یا حقیقت جدا شدن از مره؟ بیازو با وجوده که میفهمیدی من حامله هستم بازم میخواستی ازم جدا شوی. پس تو چرا اینجا هستی یوسف؟ چرا اینجا هستی؟ میترسی که به خود ضرر نرسانم نه؟ میترسی که خود از بین نبرم. میفهمم که دلت برم میسوزه، چون وجدان تو را راحت نمیمونه. از همین خاطر از پیشم دور رفتن نمیتونی؟ با من دل نسوزان. بعد از این میتونم خودم از خودم مواظبت کنم. حالا بخی برو پیش معشوقت برو. ما هیچ جایی نمیرم بادا. بس که دیگه بی بادا ما جایی نمیرم. این گپا قبلا هم برات گفته بودم. لطفا در مورد این گپا فکر نکو. فقط در مورد طفل که در بطنت است فکر کو. نمیتونم یوسف. هر دقیقه با ترس از دست دادن تو زندگی کردن نمیتونم. باور کن. بی مشکلات با هم سپری میکنیم. برات گفتم تا تولد طفل در کنارت هستم. بعد از او درست است. فهمیدم. دیگه چیز نگو. چطور است بچیم؟ نمیفهمم.
واقعا نمیفهمی وضعیت چه قسم سپری خواد کرد. یعنی چی که چه قسم سپری خواد کرد یوسف جان؟ دکتر برات چی گفت؟ کم دگام صبر میکنی. فقط همه قدر جانم. اگه خدا نخواسته این دختر به خود ضرر برسانه؟ وقت دکتر گپ میزد ما هم همینجا بودم مادر. به از او همی کار دست پای مرا بسته کده. یولماز خان چرا برش یک دو کلمه نگفتی؟ ها؟ معلوم دار است که او دختر همراه جونیت گپ زده. بی از او بچیم هم خبر شد. از همی فرصت استفاده میکردیم شاید دختر قبول میکرد. تو همیشه در مورد فریبکاری فکر میکنی حمیده. تو یک آدم مثل تا که یک چیز را از دست نتی قدرش نمیفهمی اما بعداً پشیمان خود شدی. بس کو دیگه یولماز خان، بلیاز خدا بس کو. من فقط در فکر بچیم هستم. دیگه در قصه ای چیزی نیستم. فهمیدی؟ ندیدی که او چقدر عصبانی بود؟ خدا نخواسته اگه دوباره روبرو شمن کدام کار نکنه. تو ندیدی که یوسف بچیم چی گفت؟ به خدا قسم میترسم. درست است حمیده، درست است. تعریف خدا برم نکن. یعنی هیچ امرش گپ نمیزنی؟ اگه امرای یوسف گپ نمیزنی امرای هوا خو گپ بزن تا از وضعیت بچی ما خبر شوه. شاید گپای تا شنیده دلش بسوزه. تو چی گفتم میری حمیده؟ ولی از خدا بس است دیگه. تو هنوز او یک شبام درباره پیشنهاد فکر نکرده. بس است. بس سکو دیگه این موضوع را بس سکو. درست است؟ حداقل بر امروز بسش کن. به نظرت اگه این کار نکنیم به فایده ماست ها؟ تا هنوز یک ساعت سپری نشده. بیبی چی گپایی که نشد؟ اگه یک شب دگام تیر شوه باز خدا نگاهی ما کنه. خدایا تو برم صبر بده. خسته شدیم. اگه تو مرا از بینم ببری بازم یوسف مرا دوست خواد داشت. تو ایره تغییر داده نمیتونی باده. بزرگا گفتن طفل به خانه خوشبختی میاره. تمام تاریکی را دور میسوزه و یوسف خانم قدر خانه و خانوادی خودم میفهمه. باز هم در راه خود خواد رفت. کافی است که شما طفل خدا به سلامتی به دنیا بیارین. بیبی مشکلات با هم سفری میکنه. ما خود گفتم تا تولد طفل در کنارت است. بله من بادر خانجی اغلو هستم. میخوایم با آقا قاسم ملاقات کنم. فردا شب درست است؟ راستش این یک موضوع ضروری است. یعنی امروز هیچ امکان نداره؟ اگه نام مرا با آقا قاسم بگوین حتما اونا قبول میکنن. درست است تا نیم ساعت دیگه آمده میتونین؟ درست است من آماده شدم میایم. در بهار سفر کردن با بالون لذت بیشتری داره. من خب بسیار لذت بردم محمد. چطور هستی باده؟ از سابق که خوبتر هستی؟ خوب هستم زنده باشی. کجا میری؟ کمی هوای تازه میگیرم. اگه خواسته باشی من میرسانمت. نه زنده باشی من خودم همونطور میرم. صبح وضعیتت خوب نبود به او خاطر میگم. محمد شاید باده خانم بخواه تنها به قدم زدن بره. به هر صورت من دیگه میرم. محمد جان اگه یوسف پرسید میشه برش بگی که به قدم زدن رفتیم؟ البته. اگه خواسته باشی به تخت بام بریم. بیبی ده کجا شیشته؟ دختر بغز در جای گوشه بشی بغز زود شو. ولی از خدای قدر گپ نزنین بشینین. فهمم در یه هوای سرد کسی بیرون نمیبرایه. بزوم از جان خود سیر آمدیم. چی شده؟ کی تو را جگر خون ساخته؟ جونت دخترم؟ نه امرایو چند دقیقه گپ زدم.
وقتی میخواست بره همون لحظه یوسف آمد، همراه هم دیگر روبرو شدن. چی؟ میگفتم یه ازدواج کار درست است. میخواستم ادامه بدم به خاطر که مطمئن بودم. حتی از من طفل خواست. گفتم درست است، قبول کردم. وقت به نظر خود کاملا حق به جانب بودم. اما کلش اشتباه بوده. دلم میشه از اینجا به یک جای دور فرار کنم، اما نمیتونم. زندگیم همراهش کردن نمیتونم. باید تا ولادت طفل منتظر باشم. غیر از دیگه چاره ندارم. وقت طفلتان تولد شد باز چی میکنین؟ از خانم باده جدا میشین؟ اگه ای کارتان هم اشتباه باشه، یعنی موضوع طلاق میگم، یعنی یوسف خان همه میفهمن که خانم باده شما را بسیار زیاد دوست داره. خانم حمیده هم روز شب بالای چشمش نگاه میکنه. مادرم همیشه گپا میگفت کسی که دیگر آره جگرخون بسازه او هیچ وقت خوش بوده نمیتونه. اگه شما خوش نباشین باز چی یوسف پدر؟ ما هم یالم خوش نیستم یلماز. هیچ وقت با این قسم یک حالت قرار نگرفتیم. ما از اول اشتباه کردم. نباید ازدواج میکردم. وقتی کسی دیگر دوست داشته باش. با هم صحبت میکردین ها؟ خوش آمدین پدر. بیشینین جوانا، بیشینین. به از امام داخل میرفتم. تشکر از اینکه با ما همدردی کردی. خواهش میکنم یوسف خان. شب بخیر بچیم. شب شما هم بخیر. اوه، خوش آمدین. شما با هم بودین؟ حتما بسیار درد دل کردین. نه خیر، ده اولی یکی دیگر دیدیم حمیده. ما استراحت میکنم. بچیم یک دقیقه صبر کو. جانم، پدرت میخواست مورد یک موضوع امرت گپ بزنه. خیرت باشه پدر. نه خیر بچیم، تو برو آرام بخواب. باز فردا گپ میزنیم. بیازو کدام گپ مهمی نیست که به تشویش شوی. درست است، شب بخیر. این کارای چی معنی داره؟ تو میخواستی که مرا مجبور بسازی خانم حمیده؟ این گپ دیگه از کجا شد یلماز خان؟ من وقت شما را قسم یک جای دیدم چی بفهمم دیگه؟ فکر کردم با هم گپ زدین. بی حمیده، تا وقتی که ما برات اجازه ندادیم حق نداری موضوع را مطرح بسازی. فهمیده شد؟ خدایا توبه. او خدایا از دست اینا برم صبر بتی.
آی بسیار میبخشین شما را منتظر ماندیم. خیر است، مهم نیست خواهر. پنار بیبی چی میگم؟ هوش کنی دختر که از پیشت خنک نخوره. کلاهش درست بپوشون که یک بار خدای نخواسته گوش درد نشه. شما چی میگین خانم؟ هیچ تشویش نکنین، من کلاهش صحیح میپوشانم. فکرم هست خودم متوجهش میباشم. پس حال کلاهش ده کجاست؟ آی فکر کنم که در بالا فراموش کردیم. همیاله رفتم میارمش. همیاله با خدای دختر هیچ عقل نداره. بیا زود تفریگاه نزدیک است، کم چکر میزنیم زود پس میاییم. آی تفریگاه که گفتم یه گپ یادم آمد. دیروز یک دختر دیدم کاملا شبیه عروس قبلی شما بود خانم. هوا رو میگی؟ بله، اگه از مرگش خبر نمی داشتم میگفتم خودش هست. کاملا مثل او بود. کاش شما مو میدیدین خانم امیده. خداوند رحمتش کنه. بعض انسانا بسیار با هم شباهت دارن. بله بسیار شباهت دارن. آمدم. یلماز خان کجاست؟ نمیفهمم خانم، اما فکر نکنم در خانه باشن. درست است. برو چپن و دستکول مرا بیار. ما امر شما میرم. بیا زو کم کار دارم. وقتی ازت خبری نشد باز ما به تشویش شده خواستم از نزدیک ببینمت. خوش آمدین. خب چطور شد؟ فکر کردی؟ فکر کردم. دخترم بسیار پریشان معلوم میشی. راحت باش. در این مدت که تو فکر میکردی ما یوسف در جریان ماندم. واقعا شما با او گپ زدین؟ البته که این کار کردم هوا. او بچه نباید از این همه با خبر باشه. خب او چی گفت؟ چی بگوید دیگه؟ اما به اندازی تو اقا فکر نکرد. بله گفت این موضوع باید بسته شود که همگی ما برای خود ادامه بدیم. یعنی قبول کرد. شما برش گفتین که جنید متهم میسازیم، بازو هم قبول کرد. همونطور است؟ آی هوا دخترم، جنید یک مجرم است. فکر میکنم در اینجا کم با نمیفهمم او بچه تو را چی کار داشت. وقت خانه آمد با خدا مثل دیوانا شده بود. او قدر عصبانی بود که حتی گفت او آدم از بین میبره. اما او یلماز خانم بسیار ترسیده بودیم. باز او را در مقابل خود شاندیم و برش گفتیم که گپ از چی قرار است. همون دقیقه پیشنهاد ما را برش گفتیم. او هم کلش قبول کرد. با خدا ما بسیار حیران ماندم. حالا که یوسف و چیمام قبول کرده باز تو در مورد جنید فکر میکنی اما ترس؟ حالا بخیز و یگان چیز بپوش. به حوزه میریم و باید اظهاراتت بدی. راستش من نفهمیدم که شما چرا تنها آمدین. یعنی یلماز خان با یوسف چرا همراهتان نیستن؟ های بسیار جالب است. میخواستی تمام خانواده ما پیشت بیاین تا تو بری اظهاراتت بدی؟ نه خیر، مقصد من این نبود خانم حمیده. خودتان خوب میفهمین که من چی میگم. یلماز خان در شرکت کار داشت. یوسف هم آمده نتونست دیگه. نه که به خاطر بادن آمد. آی های اتو نیست هوایی گپ دیگه از کجا شد بلیاز خدا. آسان است ها؟ یک بار خود در جای یوسف قرار بدی. بعد از این همه گپایی که اتفاق افتاده غرورش اجازه نمیده که بازم همراه مادر خود کمک کنه. آسان خونست. از یک طرف باید حق تو رو برد بده، از طرف دیگه باید مادرش زندانی بسازه. اگه آدم بالا توف کنه بازم داری خودش میخوره. از جمله خانواده های مطرح و سابقه دار اورگوب، خانچیوغلو و پالالی ها انتظار نسل جدید خود را دارند. جفت تازه عروسی شده در زندگی نو خود مشکلات دشواری را پشت سر گذاشتند. در آخرین حادثه ترافیکی که رخ داد، خانم باده یک گرده خود را به یوسف خان اهدا کردند.
احتمالاً وجود دارد تا این نقل گرده به نسل نوانها مشکلاتی را به وجود بیاورد. ما به یوسف خان و خانواده محترمشان شفای هرچی عاجل خواهان هستیم. درست است. بریم که سارات خدا به تو. بعد از این لحظه دیگه هیچ چیز برام مهم نیست. خدایا تو ما را کمک کن. لطفاً مرا فراموش نکن. اگه به زودی دوباره باردار نشم یوسف از دست میدم. باده پدر صبح بخیر بچیم. صبح بخیر. وقت بیدار شدین؟ خوابم نبرد بچیم. تو هم زود بیدار شدی ماشالله. برام خواب نمی برد پدر. دیشب میخواستین کدام گپه برم بگوین؟ راستش نمیخواستم امروزی گپ برات بگویم اما خیرت باشه. حاله که پرسیدیم. هوا دیر یا زود از زنده بودنش کلگی خبر خواد شدن. به از ما تصمیم ندارم این موضوع را پنهان کنم. مقصد ما این نبود. البته که نباید تو کنی، اما وقت مردم بفهمه که هوا زنده است، بازی که دقیقه وقت کجا بود و چه اتفاقات صورت گرفته باید به همگی توضیح بدیم. اگه این گپ افشا شود باز تنها مادرت نه، بلکه ما، شرکت ما، کاروبار ما، تجارت ما، یعنی تمام دار و ندار خوده از دست خود دادیم بچیم. من متوجه این موضوع هستم پدر، اما به خاطر انجام یک کار این خطران باید قبول کنیم، دیگه چاره نیست. اما ما مجبور نیستیم این خطر متحمل شویم. بسیار فکر کردیم، یک راه دیگه هم وجود داره. در مورد کدام را گپ میزنین؟ هوا اظهاراتش به یک شکل دیگه میده. او کسی که واقعا ما را متضرر ساخته او را مجرم خطاب میکنه. اگر جرمای مادرتان بالای او بندازیم باز با کمترین ضرر میتونیم از این جنجال خلاص شویم. یعنی کسی دیگر را متهم میسازیم؟ بله دقیقا. وقت در این مورد فکر کردین بازت منو شخصا پیدا کردین دیگه. جنید گفتن جنید؟ چرا جنید پدر؟ بله جانم جنید. او بچه بیازو مجرم است بچیم. بچیم شاهد نبودی که یک بار قصد جان ما را کرد؟
به کار ما، به اعتبار ما ضرر رساند. بله. هر چی که باشه او جزایی کار خود میبینه. اگه ای گنارم سرش بندازیم باز به مدت حبسش کمی دگام اضافه خواهد شد. بی از او اگه هوا بگوه باز همگی به او باور میکنن. به خاطر که اونا در سابق نامزد بودن. او بچه پشتش اعلان نکده همگی باور میکنن. ایره خود تو هم میفهمی بچیم. به خاطر که مجرم از جزای دیگر آرام ببینه پدر. پس بچیم تو بگو که چی کنیم. بعد از این سن میخوایی که مادرت راستش فقط این موضوع خونیست. بله پدر میفهمم آسان نیست. اما ما خود جزای خدا دیدیم. زجر نکشیدیم شما ندیدین؟ مجرم اگه جنید باشه یا مادرم هر کس باید جزای خدا ببینه. دیگه چاره نداریم. بیبی بچیم اگه ما حاله پدر لطفاً بس است. اگه مادر میگه پاره برام میگفته هیچ تعجب نمیکردم پدر. اما شما چطور میتونین تو فکر کنین؟ فکر کنین نیگه پاره هیچ برام نگفتین. مام نشنیده میگیرم. دیگه کوشش نکنین در این مورد همراهیم گپ بزنین. اگه این کار کردین باز مرا در مقابلتان خود دیدین. بفرمایید خانم گوش میکنم. نام من هوا کاراگول است مامور صاحب. ما آمدیم که یک شکایت درج کنم. بگوین میشنوم. امرای ما بسیار یک بازی کثیف صورت گرفته. چطور یعنی؟ من یک حادثه کرده بودم مامور صاحب. مرا در او وقت مرده ثابت کردن. اما قسمی که میبینین من زنده هستم. نمیفهم چطور تانستنی تصمیم بگیرین. بچیم اگه تمام اتفاقات افشا شود فقط مادرت خونیست که متضرر میشه. بیازوی همه اتفاقات به خاطر او شده. یک انسان چطور میتونه قدر دروغ بگویه؟ ها؟ یوسف حالا وقتی حکم کردن در این مورد است بچیم؟ حکم کردن چی پدر؟ مادر میگه پاره به خاطر نجات خود گفته شما چطور باور کردین؟ چطور شما را قناعت داد؟ من خوب میفهمم که کار درست نیست اما غیر از این ما کدام چاره داریم؟ توبه توبه پدر شما همیشه از وجدان راستی گپ میزدین حالا چی شده؟ بچیم من هنوزم به صداقت اعتقاد دارم اما گاهی اوقات در زندگی به خاطر پوشاندن بعضی جاهایی که غیر قابل پوشش است باید فداکاری کنیم. فداکاری چی پدر؟ زندگی من نابود شده. بسیار با عجله و با آتش انتقام تصمیم گرفتن بسیار آسان است. تو فکر میکنی که من تمامی جریانات رازی هستم؟ تمامه کارهای غلط مادرته
ظلمایی که سر هوا صورت گرفته و ای که به جونت اتهام بسته شده همراهش موافق هستم. نه خیر، اما از دست من چیزی ساخته نیست. باز تو خودت چرا تا امروز منتظر ماندی؟ چرا مادرت به قانون نسپردی؟ واضح است وجدان و شفقتش تو را اجازه نداد، همه تو نیست؟ من منتظری نبودم که اتهام بالای کسی دیگه بسته کنیم. بچیم بیبی، اگه من کلانی خانواده هستم، از همه بیشتر من باید در موردتان فکر کنم. احساسات و وجدان خود یک طرف مانده، باید در مورد خیر و صلاح خانواده فکر کنم. باید از این مشکل به قسم نجات پیدا کنیم. بچیم فردا یا تا چند وقت دیگه همگی از زنده بودن هوا خبر میشه. باز او وقت چیزی که نباید اتفاق مفته. همگی ما همه قسم نابود میشیم. بچیم خب هوا را چطور قانع خود ساختین؟ چرا اصرار میکنی محمد؟ گفتم که چیزی نیست. چرا نمیخوای برام چیزی بگویی باده جان؟ درست است. بله مشکل دارم، اما نمیخوایم حال گپ بزنم. ما تو از خودت که بهتر میشناسم باده. بیا از این وقتا بسیار متوجه هستم. حتما کدام مشکلی هست. نظر به یک روانشناس خاصه بودن مشکل جدی به نظر میرسه ها؟ نام خدا، در این قصرم هیچ چیز پنهان نمیمانه. تو حالی گپ فهمیدی؟ به هر صورت حالا این گپا را بانو کمی درباره دوست دخترت برام بگو. نامش چی بود؟ پیلین. ها پیلین. چقدر وقت میشه که با هم دوست هستین؟ فکر نکنم مدت زیادی شده باشه. بله مدت زیاده نمیشه. خب شما برای آیندهتان چی تصمیم گرفتین؟ تو چرا این سوالا رو میپرسی؟ جانم چیزی نیست، فقط همونطو خواستم بفهمم. من فکر میکنم شما دو نفر به هم دیگه و قدر زیاد نمیزیبین، از همین خاطر گفتم. به نظرت به ما چه قسم یک دختر میزیبه؟ او را خودت خوب بهتر میفهمی محمد، اما قسم معلوم میشی که زیاد در قصه و دختر نباشی. تو از کجا یک گپا را میفهمی؟ خب همیار دوست دخترت کجاست؟ نمیفهمم. حتما بیرون رفته که از مناظر عکاسی کنه. بیبی مطمئن نیستی؟ منظور چی است؟ من تو را بیشتر از چیزی که تصور کنی میشناسم. حالا که گفتنتان هستین بعد از یام نباید خبر شود. بچه مقزود تصمیم نگی، لطفاً کم دگام فکر کن. حساب ظلمایی که در حق هواشه دارم میپرسم. خب بس حالا چی کنیم یوسف جان؟ شما مربانین. نامتان هوا کاراگول بود، همونتون نیست؟ بله. خب درست است. چند روز پیش همه قسم یک گزارش به ما آمده بود. شریفه کاراگول مادرتان است؟ مادرم است. او شکایت کرده بود. وقتی با اون نشانی رفتیم چیزی پیدا کردن نتانستیم. میفهمم، راستش من وقت خانه نبودم. چطور امکان داره؟ پنهان شدم به خاطری که میترسیدم. از کی میترسیدین؟ از کسی که این کارا را در حقم انجام داده.
براتان خواه گفتم مرا مرده ثابت کرده بودن. مامور صاحب اگه زنده بودن من ثابت میشد باز آمده پیدا میکرد و برم ضرر میرساند. از این خاطر ترسیدم و پد شدم. خالیم و پدرم به می خاطر براتان دروغ گفتن. این کار همراهتان کی انجام داده؟ ببینین دیگه لازم نیست که از چیزی بترسین. فقط بگین که این کاری کی است که ما او را به قانون تسلیم کنیم. بی از او میخواین که جزایش ببینه همتون نیست؟ چطور نمیخوایم؟ از همین خاطر اینجا هستم. کسی که این کار کرده جنید اویان از ماموسه. به هر صورت بعداً گپ میزنیم. متوجه خود باش. صبح بخیر کاکا جان. در اینجا چی جریان داره محمد؟ به خاطری که تو را یک بار بخشیدیم بازم به کارهای سابقت ادامه میتی ها؟ شما چی میگن کاکا جان؟ در مورد پیلین پرسید من برش جواب دادم. من کوشش میکنم تو را اصلاح بسازم. تو هم دیگه باید متوجه رفتارت باشی. یک بار عذر کردی اما باز هم از او کارهای دست نکشیدی محمد. دخترم خنک نخوری. آی پدر جان، در داخل اتاقم بسیار خسته شدم. اونجا برام دلگیر شده، خواستم بیرون آمده کم هوای تازه بگیرم. پدرم است. بله. چطور هستی دختره؟ خوب هستم پدر. کم بهتر شده. مطمئن هستی؟ بازم از من خود چیزی را پنهان نمی کنی همه نیست؟ پدر جان گفتم که خوب هستم، شما تشویش مرا نکنین. چطور تشویش نکنم دخترم؟ تو چی حالت را سپری نکردی؟ موضوع هوا چطور شد؟ برای تو کدام اظهارات خونه داده هموتا نیست؟ یوسف اون موضوع را حل ساخت. بیازو یک دقیقه مرا تنها نمیمونه. بسیار میخواه که زودتر خوب شوم. دقیق خواهی هیچ شک نیست. امروز باید همدیگه را ببینیم. موضوع بسیار مهم است که باید با تو در میان بانم دخترم. پدر جان اتفاقی افتاده؟ هنوزم سوال میکنی یا؟ درست است، ما در قصر هستم، بیاین که گپ بزنیم. نه خیر اونجا نمیشه. باید همراهت به تنهایی گپ بزنم. امروز به شرکت بیا، درست است؟ خوب است باز شرکت میبینه. درست است. آقا جلال چطور است دخترم؟ خوب است پدر. یعنی کوشش میکنه که خوب باشه، دیگه چاره نداره. وضعیت ما او را پریشان ساخته. اما من همراهش گپ زدم، برش گفتم که یوسف همراهیم خوب رویه میکنه و هیچ تنهاییم نمیمونه. پدر است دیگه، چطور تشویش نکنه؟ نه از خاطر این جنجال امام یک بار برش زنگ زده. این موضوع را واضح ساخته نتانستم. اگر راستش بپرسی نمیفهمم به کدام زبان اینا را برش بگویم. راست میگن پدر، اما کل چیز پشت اتفاق افتاد. کل ما را بسیار پریشان ساخت. تحمل کردن مشکلات کاری بسیار سختی است دخترم. باید یک فرصت پیدا کرده همراه پدرت گپ بزنم. راستش بهتر است اول من همراهش گپ بزنم پدر. خود نخواسته یک بار ناراحت نشه که باز شما را هم خفه بسازه. هر قسم که خواسته باشی دخترم.
با وجودی که امروز آفتابی است اما بازم هوا سرد است. حالا دیگه باید زیادتر مراقب خود باشی. تو حامل هستی. حالا بخیز که داخل بریم. جانم، همراه محمد در مورد چی گپ میزدین؟ یعنی انشالله که برات مزاحمت نمیکرد. نه خیر پدر جان، همونطور در مورد آب و هوا گپ میزدیم. محمد از موضوع هوا خبر نداره. فکر کردم شاید به خاطر فهمیدن او گپ سر تو فشار آورده باشه. راستش ما در مورد دوست دختر او پیلین گپ میزدیم پدر جان. نه بازم اگه چیز ناراحتت می ساخت مرا حتما در جریان بان. میفهمی خب محمد بعضی وقت بدونی که فکر کنه هر چیز گفته میره. حالا بیا جانم. ای که چطور از شفاخانه بیرون شدم دقیقا نمیفهمم، یعنی خبر ندارم. چشمایم در خانه ناشنا باز کردم. مشخصاتش گفتن نمیتونم، یک جای بسیار دور بود. ترسیده بودم. بعد از بهوش آمدنم جونیت دیدم. فهمیدم که او مرا شفاخانه فرار داده و اونجا آورده. تمام اینا را به تنهایی انجام داده بود؟ نمیفهمم دیگه، چون جونیت چیزی نگفت. مام همراهش کسی را ندیدم. از شما به تنهایی مراقبت میکرد؟ نه خیر، یک پرستار بود، یک دکتر که بعضی وقت می آمد و معاینه میکرد. فقط همه قدر. چرا اینقدر وقت منتظر ماندین و به حوزه نامدین؟ گفتم خب مأمور صاحب، ما حادثه کرده بودم. دست و پایم حرکت نمیکرد، مثل یک آدم فلج بودم. از همین خاطر برام دوای زیادی داده بودن. اما بعداً دست و پایم کم کم به تکان خوردن شروع کردن. مام نمیخواستم کسی از این گپ خبر شود، چون میخواستم از اونجا فرار کنم. این گپ از جونیتم پنهان کردم، به هیچ کس چیزی نگفتم. براتون مقصد خود نگفت که چرا این کارا را کرده؟ مام این موضوع را چند بار از هوا پرسان کردم، میفهمین؟ بارها ازش پرسیدم اما برام چیزی نگفت. همه چیز یادش نیست. بسیار درد کشیده، ای را خود درک کرده میتونین. یعنی تحمل ای همه آسان نبوده. راستش تا جایی که من میفهمم او جونید بسیار عاشق هوا بوده. وقت هوا همراه یوسف یعنی همراه بچیم نامزد شد، حتما او بچه را زور داده. خب مامور پلیس، من همه قسم فکر میکنم. حتی آمد و بالا یوسف شلیک کرد، میفهمین؟ بعد از او هوا را از شفاخانه فرار داد. حتما خواسته یک زندگی جدید همراهش آغاز کنه. یعنی به خاطر عشقش ای کار کرده. اما تو نیست دخترم؟ خانم هوا، فکر کنم دخترم ناراحت شد. مطمئن هستم حوادث را که سپری کرده او را بسیار متاثر می سازه. با اجازهتون من میرم. او را کم آرام می سازم. ها؟ تو میخوایی چی کنی هوا؟ ها؟ تو زندگی مسمت و سیدی. میفهمین من او تخت فقط یک آرزو داشتم، ای که زودتر با پایم استاد شوم. میخواستم حساب کارایت دانه دانه ازت بگیرم. باید جزای خودم میدیدی، اما حال هی وضعیت ببین. او کثافتی را که برای زندگیم ریختی با دستای خودم پاک میکنم. گپ من گوش کو دختر. تو خودت پشت دروازیم نامدی ها؟ بگو پیشم عذر نکدی که پای خود از میدان پس بکشم؟ نگفتی میخوایم امرای یوسف یک زندگی جدید آغاز کنم؟ اینا را نگفتی؟
خب حالا چی میخوایی؟ داد شو کار را که شروع کردی به پایان برسان. در غیر این صورت هوا همیال به یوسف زنگ میزنم و برش ایره میگم که هوا ما را در نیمه را رها کرد. خانم هوا ادامه داده میتونین؟ شما چطور هستین؟ مشکلی پیش آمده؟ نه خیر جانم. قسمی که به شما گفتم حوادث بسیار سخت را پشت سر گذاشتانده، حالی که خواسته اونا را براتان بازگو کنه کمی متاثر شده. بفرمایین داخل بریم. حالا جانم شما اینجا باشین، ما به تنهایی ادامه میدیم. اما شاید به من ضرورت پیدا کنه. اگه همراهش باشم خوب میشه مامور صاحب. اما تو نیست هوا؟ اگر لازم شد من شما را صدا میکنم. میفهمم در وضعیت دشواری قرار دارین. حوادث سخت را سپری کردین. حال باید به کار خود ادامه بدیم. بی از او داستان صاحب دوباره اظهاراتتان میگیره. اما این موضوع بسیار جدی است خانم. ای که جنید این همه کارا را به تنهایی انجام داده باشه، باور کردن این گپ اوقدر آسان نیست. به نظر ما او را کدام کسی دیگه هم در یک کار حمایت میکنه. اگر به خاطر ترستان از ما کدام چیزی را پنهان کنید، باز به اندازه او شما مجرم شناخته میشین خانم. حالی که خاموش هستین، دوا فقط به نام جنید درج میشه. با نظرم خانم حمیدام از این موضوع خبر دارن، همتون نیست؟ فکر کنم کل گپ برشان گفتین. با مادرم زنگ میزدم، نمیفهم دی گل صبح کجا رفتن. صبحانه آماده است. درست است. تو نمیایی؟ خب پس داشت خانم حمیده را دیدین؟ باید بسیار ترسیده باشن. واضح است دیگه، او هم فکر میکرده که شما مردین. بله، راستش گفتن تمامی چیزا به من اقدرم آسان نبود، اما به من جرأت بخشید و مرا به اینجا برد. اگر نه هنوزم خدا نشان نمیداد.
لطفاً در اینجا امضا کنین خانم. صبح خیر اولادا. صبح خیر کاکا. چطور هستی بچه کاکا؟ خوب هستم محمد، تو چطور هستی؟ زنده باشی. او دوستت نامده محمد؟ حتما به عکاسی بیرون رفته. صبح وقت بیدار شدم نبود. زنده باشی پنار. پدرم کجاست؟ شاید در بالا باشن. پس شروع کنین اولادا. این دختر مقبول نباید زیاد گوش نمانه. تکلیفات چطور از دخترم؟ خوب است خدا را شکر. کمی برای مشکل است، زود خستم شما، اما عادت خود کردم کاکا جان. چند وقت است میگذره. عادت میکنی اما باید قدری لحظات بفهمین. فردا یا پس فردا که طفلتان به دنیا آمد، باز قسم به راحتی هر جای رفته نمیتونین. بچه کاکایم باید تر زیاد به تفریح ببره. راستش امروز هم میرفتم، اما باید پیش پدرم به شرکت برم. چه وقت؟ بعد از اینکه صبحانه خوردیم. حتما کار داری که نمیگی من برسانمت. ما تو را میرسانم بادا جان. اشتای خوب میخوایم. زنده باشین پدر. میبخشی بیادر که پیش از تو شروع کردیم. خواهش میکنم، کار خوبی کردین. خیرت باشه محمد، میخواستین جای برین؟ راستش من میخواستم پیش پدرم به شرکت برم. گفت اگه میخوایی من میرسانمت. ضرور نیست، من خودم میرسانمش. ما با هم چی گفته بودیم؟ همیشه باید از گپایم سرپیچی کنی ها؟ چی گپ است پدر؟ چی شده بیادر؟ کدام گپ شده؟ نه خیر بیادر، کدام چیز مهمی نیست. در رابطه با شرکت با هم گپ زده بودیم. آفرین، کار خوبی کردی، بهترین کار انجام دادی. حمیده خانم، ما منتظر هستم که شما هم کارهای خوبی انجام بتین بریم. هوا جان، اگر میخوایی که ما یک اظهارات نوشته کنم و در زیرش هم امضا میکنم بر تسلیم میکنم، شاید او خطر شوی. راستش این نظرتان بسیار خوشم آمد. بعد از امروز میتونم از شما هر چیز توقع کنم، اما تو نیست. یعنی میگی که این اظهارات و امضا در حوزه هیچ فایده نداشت، اما تو رسوا جان؟ یعنی تو هر لحظه هر ثانیه که بخوایی تمام کارهای ما بر رویم آورده میتونی؟ راست میگم نی؟ ها؟ باش که برات یک گپ بگویم هوا جان، اگه تا آخر این قسم ادامه بدی هیچ کدام ما آرامش پیدا کردن نمیتونی. فقط با وعده‌تان وفا کنین. بادر از قصر بیرون کنین، باز همگی ما آرامش به دست میاریم. تا وقتی که او باشه با زندگی یوسف بازی میکنه و من اینو تحمل کردن نمیتونم. درست است؟ حق به جان بستی. درست است. تشویش نکن. بعد از این همه چیز بسیار خوب پیش خواهد رفت هوا جان. بسیار خوب پیش خواهد رفت، باور کن. حالا دیگه بعداً باز میبینیم. بازم تبریک باشه.
دخترم. خاله میشه یک بار پیشم بیایی باید با هم گپ بزنیم؟ حتما میایم دخترم. با شما کمک پخته کردیم. ای یعنی با تو می آوردم دخترم. خود درست است، باز در خانه میبینیم. حالا دیگه اکسی شش. یلماز موتر آماده کو که میریم. درست از بعد. آه چقدر عالی. همراه خانمت با چکر میری بچه؟ من پیش پدرم میرم. همراه پدرم گپ زدم. واقعا؟ تو برای چی گفتی بچه؟ برای راه نجات ما همی است؟ پدرم هم همین قسم فریب داده. تو چی میگی بلیاز خدا یوسف جان ها؟ همراه پدرت مفصل گپ زدیم. تمام جوانب این قضیه را سنجیده بعد از او تصمیم گرفتیم بچه. باز همین تصمیم گرفتین؟ یک گپ به یاد داشته باشین مادر. نباید گناه خدا سر دیگه کس بندازین. بچه بجای این قسم رد کردن یک بار فکر میکردی؟ مادر ما گپای خدا براتان گفتم. بابا نباید از این گپ خبر شوه. این کار امکان نداره. آی خاک دست سرد شوه هوا. چرا قسم آزاد در بیرون چکر میزنی؟ ایلام کو خاله، ایلام کو. دیگه با پود شدن و پلهان شدن ضرورت نیست، خلاص شد. تو چی میگی هوا ها؟ من در حوزه بودم خاله. از جونیت شکایت کردم. یلماز خان همیال در پایین یوسف دیدم برم گفت. فکر کنم با هم گپ زدیم. چی شد؟ چی گفتین؟ چند بار برات زنگ زدم. دی گل صبح کجا رفته بودی حمیده؟ پیش یک دوستم رفتم. بسیار مریض بود میفهمی؟ به هر صورت جانم حال ای گپا را بان. چی شد؟ ما حال باید چی کنیم؟ تمام تصامیم به تنهایی بگیر حمیده و کار سر دل خود انجام بدی. باز پیش ما بیا و از من کمک بخواه. بسیار شرم است. دیگه هیچ کاری از ما ساخته نیست. یوسف گفته ای باره فکر میکنه. ای گپام فراموش نکو که او موضوع جونیت خو هیچ وقت قبول نخواد کرد. گفته باشم او بسیار قهر شد. حقم داره. یعنی تمام کوششای ما بی نتیجه بود یلماز خان؟ اینقدر که همراه هوا گپ زدیم او چطور میشه؟ در او مورد هیچ گپ نزن. یوسف خبر نداره که به هوام گفتیم. بله. در پایین به ما همه قسم گفت هوش کنین که به هوا چیز نگوین. خب حال میگی که همه قسم ده زیر علاشه باید صبر کنیم بلیاز خدا. حمیده بیازو همراه یوسف چی کارایی که تو نکردی باید چوب باشی. پیش ازی که دگاه ما پیش او به اعتماد شویم بهتر است که منتظر بانیم او چی میگه. درست است؟ اما یلماز خان نمیتونستی او بچه را به یک قسم قانی بسازی؟ یک کم سرش فشار میوردی جانم. ما دیگه کدام رایی نداریم. چرا نمیفهمی؟ دی مورد باید قبل از اینکه نقشه را بکشی یک بار به دقت فکر میکردی و آیندهش مد نظر میگرفتی. فهمیدم یلماز خان. همه قسم مرا تحقیر کده میرین. همه قسم کتراو که نایه گفته میرین. یلماز خان لطفا میفهمم که از من بسیار خفه هستی. حقم داری. چند سال میشه که زن و شوهر هستی. دو اولاد مثل گل خداوند نصیب ما کده. به خاطر اونایی کار کو ها؟ لطفاً یوسف قانی بساز که قبول کنه. لطفاً. کافیست حمیده دیگه. کافیست.
ای دیگه کی هسته ای وقت؟ ها نه انگین جان، البته بچیم در قصر منتظرت هستم. خانم کاکا کاکایم داخل اتاق رفت؟ بله فکر کنم او وکیل اینجا میآید. چرا با شما چیز نگفت؟ محمد خسته شدیم، با خدا قسم که خسته شدیم، دیوانه میشم. کار خدا انجام بدین. جان مرا چی؟ او در داخل است، برو گپ بزن. همیشه باید به خاطر هر گپ سفیر روان کنیم؟ توبه کردیم خدایا توبه. تو چرا به گپای ما گوش نمی کنی دختر ها؟ ما برات نگفته بودم که با عجله کدام تصمیم نگیری؟ همین که دو دقیقه از دور میشم یا گل با آب میتی. گل چی خاله؟ خسته شدم. بزو میخواستم اظهارات خدا بتم. تصمیم داشتم اول همراه یوسف گپ بزنم، باز اظهارات ما بتم، اما خانم حمیده صبح وقتی اینجا آمد و مرا با خودش برد. قبل از او در تلویزیون خبرها رو شنیدم که درباره خوشبختی باده و یوسف و فرزندشان گپ میزد. دیوانه شده بودم. چی میکردم؟ توبه توبه. آفرین. فقط که همین لحظه خبر شدی که دختر حامل است. ها؟ یا با گپای حمیده فریبکار بازی خوردی و با اشاره انگشتاش رقصیدی؟ اوف خاله. با ما اوف نگو. یک بار صبر میکدی، یک بار فکر میکدی. این کارت نه به خودت نه به حمیده فریبکار فایده رسون. اگر نه یک ذره در قصه تو نیست. بادر از قصر بیرون میکنه، خودش این وعده را برم داد. ها اگه یوسف مانع شوه باز هیچ کاری کده نمیتونه. خب بگو که دوزه چی کدی؟ ها؟ چطور جرأت کردی که دهنت باز کنی؟ تو هیچ نترسیدی دختر؟ اما پلیسایی که اینجا آمده بودن یادتان است؟ یکی از امونای سالات ما گرفت. تو چی میگی؟ اوه خدا، شرمنده شدم، حال تبام شدم. اوه خدایا، اون نفرها برای چی گفتن دیروز مرده بودی امروز زنده شدی؟ ها؟ اقدر تلاش کردم که پنهانت کنم، نمیفهمم دیگه چی گفتی. میفهمم که از دانت گپ گرفتن، از دانت گپ گرفتن. میفهمین وقتی کل چیز گفتم خانم امیده بسیار راحت شد، بسیار. چهرهش واقعا دیدنی بود. امرای سرش حرفای ما این قسم تایید میکرد. اگه یک قسم یک فرصت دست میامد باز خوب میفهمیدم که امرای او زن فریبکار چی کنم. ما امیره میخواستم خاله چی کنم دیگه. مجبور شدم. شیطان گفت هر چی از تو نیست برشان بگو. یک بار گفتم بجایی که گناه جونیت گرفت از سرش تهمت کنم، کل چیز راست بگویم تا زندگیش تباه کنم، بگویم که این زن زندگی من، خوشیای من، یوسف ما از من گرفت. میخواستم چیخ بزنم اما نتونستم. اما خاموش موندی. همراه شیطان معامله کردی کافی نبود که حال بعد از این هم دست شده کار میکنه. ها بیبی همی که یادش کردیم او شیطان برات زن زد. بله خانم حمیده. هوا در مورد موضوع اظهارات با یوسف گپ زدی؟ نه خیر گپ نزدیم. چرا رو پرسیدین؟ کار خوبی کردی دخترم. تو منتظر خبر ما باش. بان که همراه پدرش یک بار گپ بزنه. چرا برش نگوییم باز بعدن سرم قال مقال نکنه؟ توبه دخترم، بان که مردا با هم گپ بزنن. اگر یلماز خان امرش گپ بزنه بهتر خود بود. شما برام نگفتین که به یوسف گفتین او هم از کل چیز خبر داره؟ تو خو قبل از رفتن به اوضاع هیچ تصمیمی نداشتی؟ یعنی یوسف از این موضوع اظهارات خبر نداره؟ اینو خو برات گفته بودم. خب فهمیدم، درست است. اول یلماز خان گپ بزنه باز شما هم به من خبر بدین. راستی کار بادرت چطور کردین؟ دخترم چرا تشویش میکنی؟ کل چیزا به ما واگذار کو. حالا دیگه باز میبینیم. این موضوع خو حل شد، اما موضوعای دیگه چی تو خواهد شد؟ میگه بان اول یلماز خان امرش گپ بزنه. پدرش هست اگه مردا با هم گپ بزنن قسم بهتر خود بود. خب مردا با هم ششته چی خود گفتن؟ ای که یوسفی موضوع را چطور قبول کرده هیچ باور کرده نمیتونم. خاله خودتان نگفتین که حالا بین مشوقش و مادرش قرار گرفته ده یک دورایی مانده، اما تو نگفتین؟ ای گپ خواه است، اما خودش میفهمه که جونید در ای کار هیچ دست نداشته. یوسف گناه کسی را هیچ وقت نمیگیره. بله راست میگین. این گپ ما حال فهمیدم. میگن لقمه تکلان بگیر، اما
گپت هیچ وقت کلان نزن. وقت انسان مجبور میشه باز کارایی را که نمیخوای انجام میده. حالا ما مجبور هستم کی کارم میکنم. نگفته بودم کی زن احمق فریبکار حتما به زندان مندازم، اما ببی با دستای خودم نجاتش دادم. حتی در مورد پدرم چیزی گفتن نتونستم که او هم در این کار دست داشت. هیچ چیز گفتن نتونستم خاله. خداوند خودش جزای او را میده، تشویش نکن، حتما میده. خب حالا که یوسف از همه چیز خبر شده، پس چرا مادرش پیش تو روان میکنه؟ چرا او رو زندانی نمیسازه؟ چی بفهمم؟ حتما از شرم نامده. خودش برام وعده داده بود که به هر قیمتی که شده مادرم مجازات میکنم. حالا خبرش آسان نیست که بیایه و بگویه مادرم نجات بده. هی گپ خواست، اما در این کار دست خانم حمیده است. هیچ راحت نیستم، نمیفهمم چی کنم. بعد از این دیگه هیچ کاری کردن نمیتونه. با زندگی کسی بازی کردن نمیتونه. اظهارات ما هم فردا یا پس فردا افشا نمیشه. اما تو نیست خاله. فقط کمی به تشویش هستم جانم. به هر صورت یک بار خانواده گرد هم جمع شون، باز هم را یوسف گپ خواد زدن. چی شد؟ چرا لب رویت کشال شد؟ مثل پرنده آزاد هستی، دیگه چی میخوایی؟ پشت یوسف بسیار دق شدیم. خانم کاکا میگفت که امرای وکیل گپ میزنه، نخواستم مزاحمت کنم. تو چرا این طرف و طرف میکردی محمد؟ اگه وقت داشته باشین میشه کمی گپ بزنیم؟ ما میخواییم یک گپ براتون بگویم کاکا جان. پیلین خو مشناسین نه؟ به نظرتان او چطور دختر است؟ در قدر وقت کم کسی زود شناخته نمیشه محمد، اما دختر خوبی معلوم میشه. من از کجایی را بفهمم بچیم؟ اگه هر دویتان یک قواره باشین چی فرق میکنه ها؟ من در مورد خویتان چی بفهم؟ شما هر دویتان بهتر میفهمین. این گپ حالی از کجا شد؟ اگه شما خوش هستین من چی بگویم؟ فقط میخواستی امیر بپرسی؟ کاکا جان ما یعنی اگه شما رضایت داشته باشین میخوایم امرای پیلین ازدواج کنم. از توی توقع را نداشتم. بسیار تعجب کردم. اما حالا که تصمیم گرفتی تبریک میگم. انشالله که به خیرتون باشه. زنده باشین کاکا جان. از پیلین بسیار خوشم میاد. ما در کنار او گذشته ها را فراموش کرده میخوایم یک آینده درخشان بسازم. البته اگر گذشته خانم رها کنه. تو برای خود با عزم ادامه بدی. هم راهت باز میشه و هم کارت بچیم. ما به شرکت میرم. باید ببینم محمد کارا را تا کجا رسانده. زیاد وقت میشه دفتر نامدیم. تو خوب هستی باده؟ بس است دیگه یوسف. از اینکه مثل طفلا همراهیم رفتار میکنی خسته شدیم. چی شده؟ خیرت باشه. فقط که نمیفهمم همراه هوا گپ میزنی که برایم این قسم دروغ میگی. من خود طفل نیستم. حداقل در اتاق خواب همراهش گپ نزن. دیگه جای گپ بزن. با آدم همراه هوا گپ نزدیم. با مادرم زنگ زدم جواب نداد. پس میشه بفهمم کدام گپ اینقدر مهم بوده که زنگ زدی؟ تو خو از چیز خبر نداری.
چی یک مفکوری دادین خاله، خوشم آمد. بسیار فکر خوبی کردین. حال غذایی که دوست داره برای شما آماده میکنم. کاش میدیدین وقتی در خانه کوهستانی براش غذا پخته کرده بودم چقدر خوش شده بود. اگه انسان دست معشوقه زهرم بخوره میگه شربت شیرین بود. خاله ببینین چی میگم، اگه حال زنگ بزنم سرم قهر نشه. چی بفهمم فکر خواد کرد که سرش فشار میارم که امرای باده نباشه و پیش ما بیایه. میگم دیگه از کجا پیدا شد؟ گفته بودین که نباید سرش فشار بیارم، یادتان رفته؟ ما چی میگم دنبوریم چی میگه؟ او موضوع دیگه جداست. تو پیش او زر نکو، همیشه خوش باش، همیشه با لبخند ازش استقبال کو، خوش نگاش کو که همیشه در کنار تو آرامش پیدا کنه. باز هیچ وقت از پیش دور نمیشه. خوب است. راستی میز غذا را 4 نفری آماده کنم خاله؟ مادر ما آقا رشید با هم نوش جان میکنیم. اوف. مادرت خو امروز به قریه رفته. امروز هم پیش خویشاوندای خود میباشه. راست میگین؟ راست میگم. اما کاکا رشید چطور میشه؟ خوب به خاطر تو او اسب سوارم تحمل میکنم که همراهم یک جای بره، چی کنم دیگه مجبور هستم. فقط از خاطر تو. قربانت شم خاله، قربانت شم. پاسو دختر دوستتان دارم. بالا پشت بده. میخواین برین؟ اگر نرم چی کنم؟ معلوم نیست که دو قصر کار میکنم یا اونجا زندگی میکنم. خاله بانین بلیاز خدا. دختر چوب باش بگیره. ایره بده. باورم نمیشه. پس مادرت فقط به فکر جان خود است. تو برش چی گفتی؟ قبول خو نکردی نه؟ البته که قبول نمیکنم. با خاطر گفتن همین گپ برش زنگ زدم. اگه پای مادرم هم در کار دخیل باشه باده، هیچ وقت این کار را کردن نمیتونم. راست میگی. اگه زندگی مادرتان به خطر مواجه باشه، بازم حمیده مادر از حد خود گذشته یوسف. به هر صورت جیگرخون نباش. یک راه پیدا خواهد کرده. تو دیگه داخل برو. تو همراهیم نمیایی؟ یوسف، این وضعیت تا چی وقت دوام میکنه؟ دیگه هیچ وقت همراهش سر یک میز نمیشینی؟ او پدرم است. بیبی، در اولین ملاقاتتان اگه ما هم باشم شاید بتونین مشکلات حل بسازین. من نمیتونم شما را این قسم ببینم. بادا چیز قابل تشویش نیست. لازم نیست جگرخونی کنی، فهمیدی؟ حالا دیگه داخل برو. آی چی شد؟ چی گپ شد؟ کمی سرم دور خورد، چشمایم سیاهی کرد. یا یک لحظه معطر بشی. نه خیر خوب هستم. حتما به خاطر حاملگیم از وقت دفتن استاد میشم همون تو میشه. باده خانم، یوسف خان، خوش آمدین. خوش باشین.
در مورد طفلتان شنیدم. چشمایتان روشن، تبریک باشه. زنده باشی سلدا جان. پدرم داخل است. او دا اینجا چی کار داره؟ پدر چرا قسم میکنین ها؟ چطور هستی دختر؟ دو روز میشه که تو را میپالم اما همراهت گپ زدن نتونستم. بسیار به تشویش بودم. پدر از شما یک سوال پرسیدم. شوهرم کوشش میکنه مرا خوش نگاه کنه. ما دو نفر کوشش میکنیم که با هم مشکلات حل بسازیم. چرا میخواین با این کارایتان اوضاع را دشوارتر بسازین؟ لطفا این کارا نکنین. گناه من است. کسی که تو را به این حالت رسانده همین آدم از باده. یک روزم تو را خانم خود قبول نکرده فراموش کردی؟ حتی یک روزم تو را همسر خود خطاب نکرده بازم پشیمانیش میکنی؟ تنها هدفش همی است که از تو استفاده کنه خدا نجات بده و تو را با مشکلات مواجه بسازه. حالا خود دیدی که چی شد؟ ها؟ دیدی که چی شد؟ در حالی که تو میخواستی او را از این مشکلات نجات بدی اما تو چی میفهمیدی که خودت هم دچار این مشکلات میشی؟ پدر بس است. یوسف هیچ کدام این کارا را به خواست خود انجام ندادن. نمیخواست این قسم شوه. تنها خواست اویی است که در کنار همدیگه خوش باشیم. از همین خاطر در یا حالت هستی. ها؟ از همین خاطر؟ تو باید داری؟ وقتی خورد بودی با شکار میرفتیم. من میخواستم تو را ببرم اما به خاطر که نیایی زیاد گریه کردی. دلیلش هم خودت باید داری. به خاطر که از صدای شلیک اسلحه میترسیدی. به خاطر یادم در دست خود اسلحه را گرفتی بالای یک انسان دیگه شلیک کردی. باده اینم کافی نبود برات، حتی خواستی جان خودت بگیری. تمام اینا درست است. کاری که ما به خاطر نجات دخترم انجام میتم غلط است، همونطور نیست؟ تنها درد من تو هستی دختره. اما وقتی که من میخوایم به تو نزدیک شوم تو همیشه از من فرار میکنی. مشکلات خدا به من نمیگی. یا درست است. ما ازت فاصله میگیرم. از همین لحظه شراکت خدا همراه خانجی اغلوها فسخ میکنم و دیگه هیچ وقت به دروازه اونا نمیایم. گفته باشم برات.